برای اینکه احساس امنیت در رابطه داشته باشیم، ایجاد بشه و خیلی خوب بمونه، باید حواسمون به رفتارهامون و به گفتارهامون به خصوص زمانی که از دست هم ناراحت میشیم یا عصبانی میشیم باشه. اون وقت این فقط برای ما بد نیستا. اون بچه کوچولویی که 9 سالشه 10 سالشه هی تا مامانش با باباش قهر میکنه میذاره میره، باباش میذاره میره، مثلا فردا صبح برمیگرده میاد خونه، شما فکر میکنین این احساس امنیتی که من میخوام بکنم با همسرم توی زندگی فقط مال من و شماست؟ این بچه ها حق ندارن که اونها هم توی این خونه احساس امنیت بکنن؟ اصلا من فکر این بچه رو نمی کنم وقتی دارم به شوهرم که اصلا خیلی هم آدم بدیه بهش دارم میگم که من شما رو میذارم میرم، این بچه چه حسی که چپ راست مامانم داره میگه من میرم، بابام میگه من میرم، مامانم 4 روز نیست، بابام 4 روز نیست. احساس امنیت در رابطه یک چیزیه که اولش که به طور خودکار هست، چون ما اگر کسی بهش نتونیم اعتماد کنیم و این احساس رو باش نداشته باشیم که نمیریم توی محضر عقد کنیم یا وارد یک رابطه جدی چند ساله باش نمیشیم. پس بوده، اینو من باید سعی کنم هی بیشترش کنم و روش بسازم و مراقب و مواظبش باشم که خراب نشه. و یادم باشه که این احساس امنیت فقط عاطفی نیست، رفتاری هست، روانی هست، احساسی هست، مالی هست، خیلی چیزای مختلف توش هست، فقط یه دونه نیست.